در هنگام آرامش و آسایش، در هنگام راحتی و آسودگی، در هنگام خوشحالی و مسروریت، در هنگامی که جایگاه و مقام داریم بین مردم، باید الله را فراموش نکنیم، باید الله متعال را ذکر کنیم، اوامر او را به جا آوریم و نواهی آن را ترک بنماییم. چرا؟ اگر ما در چنین مواقعی الله متعال را فراموش نکردیم، هنگامی که دشواری بر سر من و شما بیاید، سختی بیاید، بر سر من و شما مشکلات، منجلا، بدبختی ها، شقاوت ها بیاید، الله متعال ما را فراموش نمی کند. الله متعال همراه ما کمک می کند و ما را یاری می دهد. کی گفتن این حرف را؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.